فکر کنم لوکیشن بهشت و جهنم خدام تغییر پیدا کرده. قدیم میگفتن که هر کس هر کاری کرده، هر رفتاری انجام داده، نگران نباشید، اون دنیا بهشت و جهنمی هست، نتیجهش رو میبینه. اما الان میگن که بهشت و جهنم همین دنیاست. هر کاری کردی، هر رفتاری که انجام دادی، برای خودت توی این دنیا بهشت و جهنمی ساختی. اما صائب اون موقع چقدر خوب فهمیده و گفته این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت، از درون سیه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. حالا که نفس میکشم در هوات، نخور قصه ماندنم را دگر،